سلام آبجی های عزیز، داداشای گلم، شبتون بخیر، خسته نباشید. از خداوند بابت اینه که یک روز دیگه به این فرصت داد تا برم بیرون هوایی بخورم با بیرچه. بچه های سر خیابون میبینم که دوچرخه سواری میکنن، روی آدم واز میشه. خدا من بابت این که به این قدرت داد رو بیرچه بشنم برم بیرون بعد از 6 سال، خیلی سخته. خدا شاهده. خدا ما شکر میکنم بابت این سلامتی که خداوند بهمون داده. ما از خداوند متعال بابت این سلامتی که بهمون داده شکرگزاری کنیم. خدا شاهده. ما کسایی داریم که مثلا اصلا از رو تخت نمیتونن بلند شن، از رو تخت نمیتونن بلند شن، اکسیژن بهشون وصله، نمیتونن برن بیرون هوای بخوره. از این بابت از خداوند متعال تشکر کنیم. تو کامنت ها از خداوند تشکر کنیم، سپاسگزاری کنیم که این سلامتی رو بهمون داده. ما همش دنبال مادی نباید بگردیم. کسایی هستن که مثلا یه همه ثروت دارن نمیتونن یک ذره نمک تو دهنشون کنن یا یک ذره گوشت بخورن، پس این پود ثروت به درد نمیخوره. پس از خداوند متعال شکرگزاری کنیم که بهمون سلامتی داده. خواهر برادر، از خدا بابت سلامتی از خداوند متعال تشکر کنید. داخل کامنت ها سپاسگزاری کنید از خداوند بابت خودتون، خانوادهتون. از خداوند متعال قدردانی کنید، شکرگزاری کنید. اگر دوست داشتید منم فالو کنید. آبجیا ممنون، تشکر، خسته نباشید.